سلام و درود دوستان، من سمینم و خیلی 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 خوش اومدیم به کانال خودتون. بچه کانال ما از وجود که یک کانال تازه کار و نوپای خیلی خیلی خوشحال میشم که با حمایت های گرمتون تبدیل بشیم به یک خانواده خیلی بزرگ. پس اگر از ویدیو امروز خوشت اومد حتما دکمه لایک رو بزن، کامنت بذار، دکمه سابسکرایب یادت نره و زنگوله کنارش رو فعال کن تا هر موقع ما ویدیو جدید گذاشتیم یوتیوب بهت خبر بده و بیای ببینی. حرفی واسه گفتن نمیمونه، بریم برای ویدیوی امروز. ویدیو امروز درباره اینه که کدوم کشور زیر دستگاه پرس بیشتر دووم میاره. کلا 4 تا کشورن: سلطان فیک سازی ها چین، آلمان، ژاپن و آمریکاست. حالا اون آچارا اسمشون، آچاری که روش قرار تست کنه اسمش جغجغه است. اکثر دوستان یا مکانیکن یک بار حداقل به گوششون خورده جغجغه چیه. اگر نخورده الان میبینید جغجغه اینه. بیشتر تو بحث مکانیکی استفاده میشه ازش. خب حرف واسه گفتن نمیمونه، بریم برای اولین آچار از اولین کشور ببینیم چه میکنه. خب اولین آچار از اولین کشور چینه با $10 قیمت. اصلا اسمش موسیقی چین، $10 قیمت. خب ببینیم چه میکنه. فعلا که کلا 20 کیلوه، هنوز فشار آنچنانی پرس بهش نیاورده. بله 150 رو رد میکنه. 200. بله چه میکنه این بازیکن؟ 200 270 300 و بله 385. چه میکنه این بازیکن؟ برای اولین بار دیدم یک چینی اینقدر دووم آورد. ولی بگم بچه ها، چینی ها هم دهن سرویس هم، بستگی به اون کشور جنساشون رو تنظیم میکنن کیفیتشو. مثلا برای ایران دیگه گندترینش میفرستن. حالا رسیدیم به آچار آلمانی با $35 قیمت. خب بله کلا در حالت طبیعی اکثر مکانیکا با جغجغه اینقدر فشار نمیارن چون حساسه. ولی خب اومده الان تستش کنه و واقعا آلمانیا بله رکورد چین شکست. 436 و ترکی. بله 1 دقیقه دیگه مونده بود، نزدیک بود 2 خم بازیکن رو بگیره. بله خب رسیدیم به جنس ژاپنی با $45. ببینیم این چه میکنه. بله 200 کیلو رسید 300 تا شد. 400 435 443 تا 443 تا دیگه بیشتر دووم نیاورد دیگه. بازی اصلا در نمیاد. گیر کرد. و بله رسیدیم به جنس آخر USA با $70. نگاه کن فاصله قیمتی چقدره. دقیقا همون داستان هرچقدر پول بدی همونقدر آش میخوریه. الان 150 تا رو سفیدم کن پسر. 270 300 رد کرد. چه میکنه این بازیکن؟ شیر مادر و نان پدر حلالت باشه.
ماشاءالله 450 460 480 500 به به و 550 دیگه رد کرد. بله 577 کیلو وزن تحمل کرد و دار فانی رو لبیک گفت. ترکید. خب دقیقا تو همه عرصه‌ها دوستان میبینید که آمریکا حرف اول رو میزنه و واقعا نگاه کن چینی $10 بود چقدر دوام آورد، آمریکایی $70 بود چقدر دوام آورد. خداییش میگه چیزی میخوام بهتون بگم. اولا دوستان اصلا توی مکانیکی هر جای کار کردید، یعنی شما یه پیچ رو بیش از اندازه با جغجغه ست کنی میبینی اوسای ازم راه دور رسید یه پسکلگی نثارت کرد. این اصلا توی مکانیکی اصلا از جغجغه انقدر زور نمیزنن باش، میدونن خراب میشه، ولی نگاه کن دیگه این اند زور زدن بود و واقعا آمریکا تونست دووم بیاره. این جنس آمریکا تک لامصب. خب دوستان به پایان ویدیو رسیدیم. اگر ویدیوی امروز خوشت اومد حتما دکمه لایک رو بزن، کامنت بذار، میخونم، حتما دکمه سابسکرایب رو بزن و زنگوله کنارش رو فعال کن تا هر موقع ما ویدیو جدید گذاشتیم یوتیوب خبر بده و بیای ببینی. حرف واسه گفتن نمیمونه. تا دیدار دیگر بدرود.